اصلا همین سبب چیه که مقصد به غرض مذهب با امام اعظم مقصد بعضی مذهب ها هست که همین اسلام شاخه به شاخه تقسیم شده رفته است. مقصد بعضی چیزا را از گفته رسول و قرآن مقصد دور کردیستن. همین خیلی در بعض اینترنت ها میبینیم همین بعضی چیزا میکنن که در قرآن گفتگی نیست. مثال را شیعه و سنی و مقصد هر خیوه ها میکنن نماز را مقصد به هر گونه میخونن. درباره همون مقصد میگفتیم فکری شما باید مسلمان ها همه در مذهب ابو حنیفه باشن؟ نه نادرست مقصد نگیم بر نادرست فهمیدین استاد. مقصد میگم در وقت نماز چه خیلی که نماز میخونیم خب میبینیم باید رقص کرده مقصد نماز میخونن به هر گونه مقصد میخونن. درباره هوای کمتر میگفتین اما معلومات نداریم. این چیزا نو پیدا شدگیش نه از شما گفته ایستاد که هم خیلی شده ایستای. نه این چیزا اون عصری بعد عصرهای طلایی پیدا شد. الکی ابتداش و سری فتنه ها بعد وفات حضرت عمر رضی الله عنه بعد در زمان حضرت عثمان شروع شد. وقتی که دیدن که اینا اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم روزی که اولی اسلام بود و نه سه چهار کس مسلمان شده بودن در حال مجلس کردن خواستن پیش راهش گیرن چی گپ است گفتن ما باباهامون بت پرست بودین دینی نو کشد دینی نو تشکیل کرد نباید پیشش گرفته شود. گفتن مصلحت کردن میرفتن میزدن عبدالله ابن مسعود خاصتا ششمین مسلمان ها و بعض ضعیف ها رو میزدن پیش راهی اسلام میگرفتن. اسلام یک تا به زور هر روز یک کس قبول میکرد. یعنی در ابتدای اسلام فقط هر روز یک کس یا دو کس قبول میکرد. بودن روزایی که هیچ کس قبول نمیکرد. بعد فتح مکه بعد 13 سال مکه 8 سال مدینه یعنی از بین قریب 20 سال گذشت بعد آدمو جماعت قبول میکردن تا اینه دانه اسلام قبول میکرد یک کس. بعد این گروه یعنی یار امیری شهر قبول میکرد تمام خلقش هم قبول میکرد. امیری قبیله اسلام قبول میکرد تمام خلقش قبول میکرد. تا اینا هر راه که فکر کردم یکم راهی پیشگیری نماند همش کردن. حتی قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی به طریق فیزیکی نیست و نابود کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم به نظر گرفتن نقشه کردن اجرا کردن نشد. همه کارهای کرده حتی نشد پیشنهاد کردن بیا اگر تو منصب خواهی ما توی امیری شهری مکه میکنیم پول خواهی تمامی پول عربای جمع کرده میتیم با خودت عبارات میکنی زن خواهی تمامی دخترای عرب اینجا قطار میکنیم از بینش انتخاب میکنیم اگر بیمار باشی دخترهای پیش دنیا رو میبیاریم تو تبابت میکنن بیا همین کار چی که خواهی کن فرما ما اجرا میکنیم لیکن همین کارتا نکن. بعد پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر آفتاب به کتفی راستم بیارید ماهتاب به کتفی چپم بیارید من از این راه هم نمیگردم. خلاصه یگان راه نماد همیشه کرده دیدن. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سال وظیفه‌شون ادا کردن. اینا هیچ کار کردن تازه بله میکردن جنگ ها کردن مسلمانای به شهادت رساندن و قدر امکان میکشتن میزدن از دستشون آمادگی ضررهای رسانیدن لیکن اسلام رفته هم میگرفت. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم 23 سالی پر را دعوت کردن بعد عبادت حج روز عرفه الله تعالی گفت که الیوم اکملت لکم دینکم امروز من دین شما را پر را کردم و اتممت علیکم نعمتی خودم برای شما پر را کرده دادم و رضیت لکم الاسلام دینا دین اسلام را همچون دین برای شما راضی شدم دین پر را شد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتن بعد 3 ماهش. بعد حضرت ابوبکر 2 سال خلافت کردن از دنیا گذشتن. حضرت عمر 10 سال و 6 ماه. حضرت عثمان 12 سال. تمام دنیا اسلام رفته رسید. بعد اینا جنگ ها میشد در این وقتا جنگ ها میشد مبارزه ها میشد دیدن که دیگر این مسلمان ها را با زور شمشیر نیست و نابود کرده نمیشه. واقعا همین خیلی است و مسلمان ها بنابراین کوشش میکنن مسلمان های از هم دیگر جدا کنن. 2 کشوری مسلمان است یکتش صوفی یکتش شیعه
و همدیگر راست نمیگیرند و قوت از هر دوش هم هر دوش یک دیگه راست نمیگیرد. برای چی این خیل کردن؟ برای که اینو مسلمان همه جا یکتا شود. چه خیلی که تا سال 1923 مسلمان ها خلافت داشتن، از مشرق تا مغرب یک دولت بود مسلمان ها. ابر قدرتترین دولت دنیا این مسلمان ها بود. بنابراین چیکار کردن؟ یک آدمی فروخته شده یافتن و توفتن، ما توی به کشوری عرب کلام میکنیم، توی به کشوری ترک کلام میکنیم، توی به کشوری فارس کلام میکنیم، خودت ملک میشی، یک کسی اطاعت نمیکنی و الهیده دولتدار میشی. پیش یک خلیفه اطاعت میکردن، همین خیلی کرده یه بار با تقسیم کردن. وقتی که تقسیم میکنه دشمنتونه، دشمن مثلا 1-2 میلیارد بود، 2 میلیارد 200 میلیونی یا 5 میلیونی تقسیم میکنید، بعد هر یک دش الهیده زدن ممکن، یا خاصتا هر دوش یک دیگه‌اش به جنگ اندازید، یک دیگه‌اش زدن میگیرین. اینش با پول میتید رفته یا را اصلی خرید میدید، اینش به هم میدید. یک فتنه می اندازید بین هم دیگر جنگ کرده خو میرن، کم کر عقیده هاشون رو ویران کرده موندگی. اینش به عقیدهش مسلمان ها هم خیل کردن. این کاری دو یهود است و کاری دیگر دشمنای اسلام است که شیعه پیدا شد و سنی پیدا شد و مسلمان ها با هم دیگر در یک مذهب نشدن. این چیزا پیدا شدگی چیزا هست. یعنی این اصلا آدمی که علم دارد و عقیده اسلام و عقیده اصول اسلام فهم دارد و علم دارد، اینا جنگ نمیکنن. لیکن خلاصه کلام دشمن ها همین راه پیشه کردن، گفتن که یگانه راه شکست مسلمان ها مسلمان با مسلمان زدن. برای مسلمان با مسلمان زدن، دو مسلمانی صاحب عقل و صاحب علم و صاحب فهم جنگ نمیکنند. بنابراین کمتر در عقیده اینها دیگرگونی وارد کردن در کار، تا اینکه اینا یک دیگه بعد ببیند و به هم دیگر مشغول شود که اینها اگر هر دوش یکتا شود با ما روز نیست. بنابراین کاری کنیم که باید این غزوی فکری موجود باشه، جنگی فکری. بعد همین دو مسلمان اپشتی یا نماز دست گوش برسونیم یا اینجا فروریم. انا این که جنگ کرده خامره دیگه عمر کافرها پیش رفتن میگیرن، از بیفهمی مسلمان ها، از بیمدنیتی مسلمان ها استفاده میبرن. برای همین چیزا اهمیت دادن در کار نه.